فول اتوماتیک بسته آزمایش‌های هورمونی و ژنتیکی داخل از گذاشته میشه، خوانده میشه و تداخل دست و اصلا نیه کامل اتومات همه چیز خوده. در شفاخانه حبیبیار ما به تعداد 12 پای دستگاه همودیالیز داریم، یک پای دستگاه پلازما فریز داریم که کلا خدمات ما 24 ساعت به طور رایگان معمولا انجام میشه. اینجا ما هیچ هزینه از مریضان نمیگیریم. تجهیزاتی که من توی بیمارستان حبیبیار میبینم در حد بیمارستان‌های درجه 1 ایرانه. فقط مشخصات مریض منه، چی تستا داره، خودی کامل هم سیروم ورمه داره، مواد ورمه داره، شستشو میده، کامل خودی انجام میده. همراهان عزیز و نازنینم سلام. امروز با همکارم تصمیم گرفتم یکی از معدود شفاخانه هایی که در سطح افغانستان نام و آوازه یافته و واقعا یک شفاخانه فوق العاده به نام حبیبیار قراره که یک گزارش 0 تا 100 از تمام فعالیت هایی که در اینجا میشه داشته باشیم و محیط و ماحول به تصویر بکشیم با مریضای محترم، با دکتر صاحب‌ها و در کل شفاخانه حبیبیار با شما به تصویر بکشیم. همراه ما باشید. همراهان نازنینم، طبقی که در تصویر میبینین ما همین اکنون در پارکی که بالاخره مریض ها یا پایوازا برای از اینکه آرامش بگیرن یک محیط کاملا سرسبزی ما همین اکنون در تصویر داریم که در این قسمت یک سوپرمارکت وجود داره و همچنان فارمسی، دواخانه و فضای سرسبز بسیار منظمی در شروع از که وقتی داخل میشیم به شفاخانه حبیبیار چنین فضایی هست برای مریضای محترم، برای کسانی که در اینجا حضور پیدا میکنه. ما آهسته آهسته از این نخست شروع میکنیم. فکر کنم از این قسمت دواخانه شروع کنیم، بعد تو آهسته آهسته میریم سمت فروشگاه و همچنان میریم داخل خود شفاخانه. همراه ما باشید. خب همراهان عزیز، ما همین اکنون در فارمسی و یا دواخانه شفاخانه حبیبیار قرار داریم و طبق شما به تصویر میبینین دواخانه کاملا وسیع و تعداد پرسنلی هم که در اینجا دارن فعالیت میکنن به تصویر میبینین که بسیار زیاد سر از اینا بیروباره و همچنان همیشه اینا همون مریضای دارن. ما قراره که برنامه ما کمی بزرگتر باشه، طولانی تر باشه، فقط خواستیم قسمتی از فارمسی رو به تصویر بکشیم که شما چیزی از قید قلم نمونه. همراه ما باشین، میریم تا بالاخره به سمت شفاخانه و به مرکزیت برسیم. همراه باشین. همراهان عزیز، داخل لابراتوار شفاخانه بین المللی حبیبیار شدیم و من میخوایم که با یکی از دکتر صاحب‌ها که مسئولی بخشه و همی اکنون هم مصروفن فقط در حد معلومات که در اینجا چی دستگاهه. السلام علیکم و رحمت الله. خیلی خوش آمدید دکتر صاحب محترم، خوبین؟ سلامت. شما خوب ان شاء الله؟ اسم مبارک؟ بهرام هدایتم. آقای هدایت. بهرام هدایت. بله. شما دیگه قربان شما بخیر باشین. شما دیگه با دستگاه ها سر کار دارید؟ بله، کلا با دستگاه و اینا سر کار داریم. همین که مستفاد. بیننده های زیادی داریم. بله. میخوایم در کل یک معرفی از این دستگاهی که در لابراتوار شفاخانه حبیبیار هست با ما معرفی کنیم. در کل همین چیه؟ این دستگاه که هست دستگاه هورمونی فول اتوماتیک، دستگاه کوباس E411 از کمپانی روج و ایتجی، دو کمپانی یک جا شدن و یک دستگاه ساختن که فول اتوماتیک بسته آزمایش‌های هورمونی و ژنتیکی داخل از گذاشته میشه، خوانده میشه و تداخل دست و اصلا نیه کامل اتومات همه چیز خوده، هم رژنت ها خبر میداره، مواد خبر میداره، سیروم مریض اصلا دیگه نیاز نیه. هر چی که مثلا تداخل دست کمتر باشه خطای هم کمتره
چون دنیا رو پیشرفته، دستگاه روز پیشرفته تر میشه و اتومات تر میشه که نیاز نباشه که مثلا انسان مثلا تداخل باشه یا با دست خود شاید چیز کمتر یا اضافه متو خود دستگاه اتومات همه چیزا خودجنت خود سینما همه کلا خودی و برمیدارم مقدار نیازی که مثلا توسط خود شرکت عیار شده هم کلا میگیره از خود. چی فکر میکنین به عنوان یک دکتر که در بخش لابراتوار شفاخانه حبیبیار دارین فعالیت میکنین، با شفاخانه حبیبیار تجهیزات کاملا عالی و مجزا داره؟ بله 100% فعلا ما در گپ اول مثلا افغانستان بخصوص در قسمت دستگاه با بهترین کمپانی‌ها که در سطح دنیای مثلا خود همین کوباس به خود آلمان استفاده میشه. همین کمپانی ایتاچی روچ که هست کمپانی خیلی معتبره که توسط در کشور آلمان این دو شرکت ساخته شده و بهترین دستگاه ساخته و دستگاه ویداس هم داره او هم آلمانیه. دستگاه سلکتور بخش بیوشیمی هم داره. ممنون دکتر صاحب. خیلی خوب میشه که فقط کوتاه اما معرفی یک تمام دستگاه داشته باشیم. ما این خوب معرفی کردیم. بله. بعداً کدام لابراتوار ما در قسمت کلا هورمونی کار میکنه، ما این سمت هورمونی کار میکنیم. بخش سرولوژی ما جدا، بخش بیوشیمی ما و بخش میکروب ما، اتاق میکروب، بخش میکروبیولوژی اینا هم جدا. بخش بیوشیمی شما یک بله. تصویر داشته باشیم. این چی دستگاهه؟ این سلکترا پرو مکس، این کاملی هم اتومات تداخل دست نداره که تمام معاینات بیوشیمی هم از کلا چک میشه و همچنین این هم مثل همون دستگاه ما تداخل دست نیه. ما سیروم که بعد از سنتریفیوژ حجرات رو جدا میکنه، سیروم میگذاریم، فقط مشخصات مریض منه چی تستا داره، خودی کامل هم سیروم ورمی داره، مواد خورمی داره، شستشو میده، کامل خودی انجام میده. خاص‌ترین دستگاهی که در شفاخانه حبیبیار در بخش لابراتوار وجود داره کدام دستگاهه؟ یکی کوباس 411 و سلکتره. کدامه؟ یکی همین که اول نشان دادیم و یک دستگاه سلکتر. بله. همراهان عزیز، چون وقت برنامه کمه و قرار کل شفاخانه بین المللی حبیبیار رو به تصویر بکشیم، ما کوشش کردیم که همون دو دستگاه اساسی رو به تصویر بکشیم و چنانچه شما در تصویر میبینین دستگاه‌های بسیار زیادیه که اگر قرار بزی باشه هر کدام معرفی کنیم وقت برنامه ما مجال نمیده. همراه ما باشین تا بخش‌های بعدی شفاخانه حبیبیار رو به تصویر بکشیم. با ما باشین. بسیار زیاد تشکر دکتر صاحب محترم. اوقات خوب و خوش داشته باشین. خدا نگهدار. سلام علیکم. در ادامه برنامه همراهان عزیز، ما بخش لابراتوار رو به تصویر کشیدیم و در روبروی ما یک بخشی به نام انفورمیشن یا همون قسمت معلومات که مسئولین در اینجا هستن و برای مریضای محترم، برای کسانی که اینجا مراجعه میکنن میاین و معلومات میدن. در قسمت سمت راست ما اساسی ترین بخش که بخش عاجل یا امرجنسیه، در اینجا بریم ببینیم که چی فعالیت های میشه و ایران به تصویر بکشیم. داخل بخش عاجل شفاخانه بین المللی حبیبیار شدیم و طبق شما در تصویر میبینید در قسمت بخش عاجل اطفاله و ما برام ببینم که در داخل از این بخش عاجل دیگه چی بخش های دارن. همچنان در قسمت روبرو که هسته بخش عاجل انتونی یا عاجل جراحی عمومی طبق شما در تصویر میبینین و معاینه خانه های دکتر صاحبا هم در اینجا هست. ما یک تصویر عمومی از بخش عاجل داشته باشیم، یک تصویر عمومی داشته باشیم. چنانچه که شما در تصویر میبینین مسئولین در اینجا هستن و همو چپرکت های مریضا و یک مریضی هم همین اکنون در اونجا حضور داره و در بخش عاجل متوجه شدیم که 3 بخش عاجل بود در اینجا که اطفال اول به تصویر کشیدیم و بعد آهسته آهسته اومدیم بخشی عاجل جراحی عمومی بود و همچنان او قسمت را میریم ببینیم که چی فعالیتی در بخشی عاجلی شفاخانه بین المللی حبیبیار هست. همراه ما باشین. همچنان بیننده های عزیز، طبقی که شما به تصویر میبینین باز هم در بخش عاجل داخلی عمومی هم در اینجا هست. ما به داخل نمیریم به خاطر از اینکه بعضی از محدودیت هایی هست که اجازه تصویر برداری با ما داده نمیشه. من قبل از اینکه به منزل دوم شفاخانه بین المللی حبیبیار برم، ما به منزل تحتانی و یا زیرزمینی و
داخل شدم و در بخش زیرزمینی که هسته اینجا قسمت ام‌آرآی، CT اسکن و همچنان سالونی که غذا میخورن در اینجا هست. ما یک تصویری داشته باشم در کل. این قسمت که هست طبق که شما به تصویر میبینین همین اکنون قسمت اکسریه که کاملا فضا پاک، منظم و با یک آرامشی در اینجا است. ما بریم داخل امی بخش اکسری تا ایره به تصویر بکشیم و دستگاه را هم. السلام علیکم، وقت شما بخیر. خوبین؟ صحت خوب؟ این دستگاه شما چیه؟ دستگاه پورتیبل اکسری. پورتیبل اکسری که همون مریض بستران باز باید دستگاه میره عکس اینا میگیره. خیلی خوب، خیلی خوب. همینا بیننده عزیز میشه که شما درست‌تر به تصویر ببینین که بسیار دستگاه عالیه و برای مریضایی که یعنی نمیتونن راه برن، مریضایی که وایسیا، مریضایی که بسیار از این استفاده میکنن. بستر باز بریم باید دستگاه عکس. خیلی و دیگه هم هست اینجا دستگاه چیزی به استثنای سریال مریض داخل هست مریض فعلا. خب بیننده عزیز در داخل دستگاه اکسری هست و مریض هم اکنون در داخلی هست و نزاکتاً هم خوب نیست، مزاحمتی برای از اون شوه. فقط خواستیم که در کل یک شاتی داشته باشیم تا شما متوجه شوین که در داخل از این محیط چی فعالیت های میشه. در بخش بعدی CT اسکن که البته 2 تا CT اسکن اینجا دیده میشه، بنا به حتما مراجعین زیادی دارن و یک دانه حتما کفایت نکرده، 2 بخش تنها به بخش اکسری دادن. و طبق شما به تصویر هم یکم میبینین این اتاق اکسری از اینای اتاق کنترل درسته؟ باشه یک تصویر داشته باشن. این اتاق کنترل شونه که CT اسکن در داخل ازی بسیار منظم کنترل میکنه. ما میریم داخل CT اسکن و دستگاه CT اسکن را هم به تصویر میکشیم. سلام. این دستگاه CT اسکن ضرورت به معرفی نداره، کلگی ما شما آشنایی داریم و 2 تا CT اسکن داریم، درست؟ خیلی خوب. بخش بعدی هم گفتیم یک CT اسکن دیگه هم هست بر اساس از اینکه حتما مراجعین اینجا زیاده و به خاطر از اینکه بتونن درست پاسخگویی کنن، باز یک بخش دیگه هم در CT اسکن ایجاد کردن. خیلی خوب. دکتر صاحب تفاوتی دستگاه با دستگاه خونه است؟ تفاوت داره. تفاوت این سال 28 سالایزه و 16 سالایزه. یعنی این بهتر یا حالا کیفیت در تو خوبه ولی مدل ای بالاتره. این مدل بالاتره، هم کیفیت رو نظر بود بازم یک اندازه بهترتر بالاتره. دیگه مریض انگار گفته شما شلوغ میشه، مثل که مریض معطل نمونه، مریض حادثه عاجل میارم، هم این دستگاه استفاده بشه، هم دستگاه استفاده بشه. هر دو همزمان میشه. هر دو همزمان میشه که استفاده. ممنون. بخیر باش. دیگه به سمت ام‌آرآی داریم. بیننده‌های عزیز قسمت ام‌آرآی را میخوایم به تصویر بکشیم. دستگاه ام‌آرآی ماشاءالله ماشاءالله. ما امروز بوتاخ بیا مشکل خونه است. هیچ گپ نیست. خیلی خوب. فقط خیلی وسایل لازم درست. فلز کش میکنه. ما دیگه زیاد به بخش تب و تبابت اینا زیاد نمیفهمم، فقط خواستیم یک تصویری داشته باشیم از دستگاه ام‌آرآی. شما با تصویر میدید در ام‌آرآی فقط یکی داریم، درسته؟ بله. خیلی خوب. چی رقم؟ ام‌آرآی 32 مدل به ایراد دیگه از این بالاتر وجود نداره. دستگاه خیلی با کیفیته برای مریض استفاده میشه. به عنوان یک مسئول که داخل از شفاخانه شما کار میکنین، از نگاه تجهیزات یا روزی هستین؟ تجهیزات شک نکن 100%. ما خود حدودا 8 سال به لقمان حکیم کار میکردم، به شفاخانه دیگه کار کردم. فعلا به بیار هر چی دستگاهی که میارم، سیستمایی که فعال میشه، همه مدل بالای کوشش میشه که کیفیت بالا باشه از تمام مجاهد دیگه. تا فعلا همه دستگاه مدل بالا ان شاء الله. ممنون، شما بخیر باشین. همراه ما باشین. ادامه داره بعد. خب همراهان عزیز، ما در قسمت سالن غذاخوری موقعیت داریم و طبقی که میبینیم تمام پرسنل شفاخانه بین المللی حبیبیار در حال نوش جان کردن غذایند و وقت غذای ما هم شده. مقصد باشه که یک تصویر داشته باشیم و اینا عبارت از افرادی هستند که در کل مسئولیت دارن داخل شفاخانه و تایم غذایشو شده، غذای چاشت و همون سالن بسیار منظمی برای غذا خوردن داره. خب بیننده‌های عزیز، طبقی که در تصویر دیدیم در تهکایی که بود یا تحتانی یا منزل پایین که هسته،
بخش گرما و سرمای شفاخانه هست. شما به تصویر ببینین بسیار مجهز، منظم و همچنان در روبروی مکه است بخشیه که اکسیژن اینجا تولید میکنه. یعنی شفاخانه نیازی نداره که اکسیژن از دیگه جای بگیره یا خریداری کنه. خود شفاخانه اینجا یک مرکز داره برای از اینکه تولید اکسیژن داره. ما یک تصویر میتونیم داشته باشیم از این بخش و از این دستگاه هم. دقیقا اینجا دستگاه هاییه که اکسیژن تولید میکنه. سلام، وقت شما بخیر. چه دارید؟ بخیرین؟ متشکرم از شما. متشکرم. بخیر باشین. سلامت باشید. اسم شما؟ غفاری هستم. خیلی خوب. مسئول اینجایی؟ برای سرویس دستگاه اومدم، از ایران اومدم. از ایرانی؟ بله. خیلی خوش آمدید. خیلی ممنونم. متشکرم ازتون. مرسی. متشکرم ازتون. به نظر شما شفاخانه حبیبیار از لحاظ تجهیزاتی که می بخشی که شما نین که تولید اکسیژن هسته بله. چطوره از دیدگاه شما؟ با توجه به اینکه ما توی ایران هم کارمون تاسیس بیمارستان ها هست و سرویس دستگاه اکسیژن، تجهیزاتی که من توی بیمارستان حبیبیار میبینم در حد بیمارستان های درجه 1 ایرانه. خیلی عالی. و بسیار بسیار خوشحالم و بهتون تبریک میگم که من همچین مرکزی رو در افغانستان دارید. ممنون. بخیر باشید. تشکر. اوکی. همراهان عزیز، به منزل دوم شفاخانه بین المللی حبیبیار هم اکنون قرار داریم و طبقی که میبینم در این بخش زنان و سرویس نسایی ولادیه. در قسمت روبروی مکه است هم اکنون در تابلو نوشته سرویس تخصصی نسایی ولادی و همچنان در این طرف که هست سرویس اطفال که از نام پیداه که در بخش نسایی ولادی و همچنان در بخش اطفال که نیازی برای از این نیست که ما تصویری از داخل داشته باشیم، ولی در روبروی ما که هست یک بخشی داریم به نام مراقبت از نوزادان و خیلی مهم هم است. بخش های مراقبت های ویژه اطفال و نوزادان. طبق که شما در تصویر میبینین ما میریم داخل ازی تا ببینیم برای مراقبت از اطفال نازنین، از همین نوزادا چی تدارکات اینا دارن، چی دستگاه هایی دارن. خب همراهان عزیز، در قسمت مراقبت نوزادان داخل شدیم و طبق که شما به تصویر میبینین دستگاه های کاملا خاصی برای از این نوزادا در شفاخانه بین المللی حبیبیار وجود داره. همراهان عزیز، به منزل سوم قرار داریم و طبقی که شما در تصویر میبینین در تابلو از نوشته بخش فوق تخصصی نفرولوژی که در کل اینجا همون مریضی که پیوند کلیه میکنه و عملیات میشه اینجا در کل کاندید میشه که بعد از اینکه کلیه پیدا میشه در قسمتی اون طرف کالا به تصویر میکشیم باز اونجا عملیات میشه. همچنان در این بخش یک بخش داره به نام اتوکلف که در اینجا همو وسایلی که توسط از اون عملیات صورت میگیره شستشو میشه که همه شفاخانه داره، ولی اینجا به خاطر هیر یادآوری کردم که یک دستگاه خاصی برای شستشوی تمام از تجهیزاتی که برای عملیات استفاده میشه اینجا صورت میگیره. همین تا آهسته میریم و این بخش را به تصویر میکشیم. قسمتی مراقبت هایی که در اینجا کسی که عملیات قلب میشه در اینجا بستر میشه و همچنان اینجا موقعیت دارن. همچنان در قسمت روبروی ما که هست بخشی که وقتی مریض عملیات کلیه میکنه
باز وقتی که عملیات از اونا تمام میشه در اینجا مراقبت میشه از اونا و همچنان بستر میباشه. در قسمت روبروی ما که هست قسمتیه که عملیات در اینجا صورت میگیره، عملیات پیوندی کلیه طبق که شما در تصویر میبینید. منزل سوم شفاخانه بین المللی حبیبیار هست. تمام عملیات هایی که در شفاخانه حبیبیار صورت میگیره دقیقاً در همین جایه. همراهان عزیز، در منزل چهارم شفاخانه بین المللی حبیبیار قرار دارم و در قسمت اول توجه ما را به خود جلب کرد. بخشی داره به نام کتلب یا انجیوگرافی که ما میریم به داخل ازی ببینیم که در اینجا چی امکانات و تجهیزاتی هست. با ما باشید. در ادامه برنامه دوستان داخل ازی بخش شدیم و ما برام همراه که دکتر صاحب صحبت داشته باشیم ببینیم که اینجا چی فعالیتی میشه و معلومات بگیریم. السلام علیکم دکتر صاحب محترم. وقت شما بخیر. چه احوال؟ بخیرین؟ صحت خوب ان شاء الله. بخیرین. مزاحم شدیم ببخشید. خواهش میکنم. برای من. در کل میشه این بخش شما یک توضیح بدین که چی فعالیت میکنه؟ این بخش کتلب یا بخش انجیوگرافی و انجیوپلاستی، مریضایی که انجیوگرافی کار داشته باشن بعد از پلاستی میشه یا بطری گذاشته میشه، فقط این پروسیجر اینجا انجام میشه. دستگاه خاصی داره؟ دستگاه خاصی داره ولی دستگاه داخله. این فکر کنم اتاق کنترل درست؟ این اتاق کنترل ولی و دستگاه به داخل. دستگاه به داخل مریض میره. بخیر باشید. بخیر و سلامت باشید. ما تصویری از دستگاه می داشته باشیم. همراه باشین. دقیقاً در روبروی ما دستگاه قرار داره و شما در کل میتونین این را به تصویر کاملا مشاهده کنید. همراهان عزیز، همچنان به طبقه چهارم قرار داریم و قسمت دیالیز داخل میشیم ببینیم که یکی را پیدا کنیم معلومات بدن که در اینجا چی فعالیتی صورت میگیره. همراه ما باشین. اینجا بخش دیالیز و در کل مریضای محترم ما در اینجا هستن همین اکنون و من اگر باشه همراه دکتر صاحب یک سوال کنم که اینجا چی فعالیتی میشه. دکتر صاحب محترم سلام. وقت شما بخیر. خوبین؟ سر شما خوب ان شاء الله؟ بخیرین؟ شکر. در کل اگر یک توضیح کوتاهی بدین که بخش دیالیز شفاخانه بین المللی حبیبیار چی فعالیت میکنه؟ سلام، وقت شما بخیر. در شفاخانه حبیبیار ما به تعداد 12 پای دستگاه همودیالیز داریم. یک پای دستگاه پلازمافریز داریم که کلا خدمات ما 24 ساعت به طور رایگان معمولا انجام میشه. اینجا ما هیچ هزینه از مریضان نمیگیریم دیگه. 24 ساعت فعال. مریضایی که معمولا مشکل گرده دارن، گرده اینا فیل شده، معمولا دیالیز میشه اینجا پیش ما. بیننده عزیز، میشه یک سورپرایز باشه. دیالیز 24 ساعت در شفاخانه حبیبیار رایگان. با ما باشید. در قسمت ادامه گزارشی از شفاخانه بین المللی حبیبیار امروز یک کنفرانسی علمی و بین المللی در شفاخانه توسط دکتر الکساندرا که از کشور روسیه تشریف آوردن لحظات بعد برگزار می‌گردد. Pulmonary artery is coming from right ventricle, and aorta is coming from left